برای همین عیدی در کار نیست، سالی هم نمیاد و خودتون درگیر این شر و ورا و خرافات نرید بیفتید تو ماتریکس. ما فقط در لحظه حال همین امروز وجود داره، عید همین امروزه، سال نو همین امروزه، همه چیز در لحظه الان باز میشه. چه موقعی تو میتونی بیای تو لحظه حال؟ لحظه حال زمانی میای که تو بتونی مدیتیشن کنی، بتونی مراقبه کنی. آدمای کمی هستن میتونن این کارو بکنن. هر کسی جرأتشو نداره، نمیتونه این کارو کنه. توی افکار، توی خاطرات، توی حافظه، مموریای گذشته گیر کرده. یه سری هم که تو آینده، اونایی که اخبار نگاه میکنن، اونایی که با آدمای خواب در ارتباطن، میرن تو آینده استرس میگیرن، وسواس میگیرن، چه بدونم افکار میاد، اونا تو آینده. وقتی میاد تو لحظه حال، فکر دیگه نیست، وارد بعد کوانتوم میشی. چطور باید آپگرید بشی؟ چطور باید فرکانست بره بالا؟ باید وارد این بعد کوانتومیه بشی که فکر نیست. خیلی هنوز فکر دارن، فکر میکنن. اونایی که زیاد حرف میزنن، مثلا هی حرف میزنه طرف، مثلا میگه مثلا این کارو باید بکنیم، یادت مثلا گذشته. اونایی که هی حرف میزنن، زیاد صحبت